کیه که خوشش نیاد یه دوست وفادار داشته باشه که هم کلی دوستش داره و هم بلده به خوبی از خانواده و خونش در برابر دزد و مهاجمات دفاع کنه و اونا رو فراری بده. اگر فکرشو بکنی حتی تصورش هم خیلی قشنگ و دوست داشتنیه. توی حیوانای خونگی فقط سگه که از عهده این مسئولیت برمیاد. اون هم دوستت داره، هم بهت وفاداره، هم خیلی قوی و باهوشه. پس میتونه طوری تربیت بشه که از خانواده و خونت مراقبت هم بکنه. به این نوع سگا میگن سگ گارد. اما یه چیزایی هست که باید در مورد سگ گارد بدونی. مثلا اینکه چه نژاد سگی میتونه سگ گارد باشه و بعد اینکه اصلا آموزش چنین سگی چجوری است. در آخر هم این که نباید سگ نگهبانو با سگ گارد اشتباه بگیری و یه عالمه نکته ریز و درشت که پتبورس قراره بهت بگه تا بدونی که برای برآورده کردن این آرزوی بزرگ از کجا باید شروع کنی. پس بزن بریم. اول از همه باید بگیم که بین سگ نگهبان و سگ گارد باید تفاوت قائل شیم. این یعنی چی؟ ببین، سگ نگهبان کارش اینه که ورود غریبه یا مهاجم رو به ملک و خونه شما خبر بده. اون این کار رو با واق واق کردن و سر و صدای زیاد میکنه تا نهایت بتونه طرف رو بترسونه که از اونجا دور شه. اما سگ گارد یاد میگیره که حمله کنه، ضربه بزنه و درگیر بشه. پس دیگه قرار نیست صبح تا شب دور و بر و بپاد و منتظر بمونه بلکه خبری بشه. اما با تربیت درست و اصولی به سگ گارد یاد میدیم که مهاجم رو تشخیص بده و بدونه چطور حمله‌ای برای کجا مناسبه. پس نباید از یه سگ نگهبان توقع داشته باشی کار سگ گارد رو هم انجام بده و برعکس. هر چیزی جای خودش. ما برای اینکه بدونی تربیت سگ نگهبان و گارد چه تفاوتایی با هم داره و چه مراحلی رو باید طی کنی، ایبوک تربیت سگ نگهبان رو آماده کردیم که 11 فصل مفصل داره و توش قدم به قدم بهت یاد میدیم چه کارایی و چه فرمانایی برای تربیت ضروریه. لینک دانلودش هم تو دیسکریپشن برات گذاشتیم. اگه میخواین سگ نگهبان داشته باشین میتونیم بگیم بیشتر نژادا برای این کار مناسبن. مهرهای اون نژادایی که خیلی دوست و همراهن، مثل پاگ، هاسکی، مالاموت و بیشتر هوندها. حالا اگه میخواین سگ گارد داشته باشین باید بگیم که هر نژادی نمیتونه به کارتون بیاد. برای داشتن و تربیت کردن سگ گارد ما بهتون این نژادا رو پیشنهاد میدیم: دوبرمن، ژرمن شپرد، روتوایلر، بولمستیف، باکسر و سگ سرابی بومی ایران. اگه هم خیلی با نژادهای سگ آشنایی نداری نگران نباش، کافیه تو گوگل سرچ کنید نژادهای سگ پتبورس. ما درباره بیش از 70 تا سگ برات مقاله آماده کردیم که از جزئیات نژادش، رفتارشناسیش، نگهداری، تربیتش، تغذیه‌اش و همه چیز اونجا نوشتیم. دیگه چی بهتر از این؟ بین اون مطالب بگرد و نژاد مناسب خودتو انتخاب کن. برای داشتن یه سگ گارد خوب باید بدونی که یادگیری مهارت‌های اولیه جزو ضرورت هست. بعد اینکه سگ گارد باید اونقدی اجتماعی بشه که بتونه فرق دوست و دشمن رو تشخیص بده و به جون هر کسی نیفته. به خصوص که به خاطر رعایت نکردن همین مورد و برنیامدن از پس تربیت سگ گارد یه وقتایی میشنویم که این سگا به آدما یا بچه‌ها حمله کردن. در صورتی که اگه برای تربیتشون وقت بذاریم و اصولشو بدونیم چنین اتفاقی به ندرت میفته. این تقصیر سگ نیست بلکه تقصیر ماه که نتونستیم بهش یاد بدیم اجتماعی بشه و بتونه در شرایط اضطراری بدون استرس و درست تصمیم بگیره. سگ گارد باید یه سری فرمانا و اصول رفتاری رو دقیق بشناسه. یعنی ما باید بهش یاد بدیم تا با تکرار نسبت به اونا شرطی بشه و بدونه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. مثلا اون باید بدونه که هرگز از دست غریبه غذا قبول نکنه. غذا خوردن فقط از دست صاحبش یا توی ظرف خودش مجازه. این میشه فرمان این مال توئه. دقیقاً عین بچه‌ها که یاد میگیرن به چی باید دست بزنن و به چی اجازه ندارن که نزدیک بشن. اون باید بفهمه تفاوت فرمان آره حمله کن یا بزنش و ولش کن چه معنی دارن و سریع این کار رو انجام بده. سگ گارد به خوبی میدونه فرمان واق واق کن یا حرف بزن و ساکت باش مال کجاست، وگرنه اینطوری نمیتونه وظیفه محافظت رو به خوبی انجام بده. و فرمانهای دیگه‌ای که یاد دادن هر کدومشون به سگ مراحل مختلف داره و زمان میبره. اما مهم اینه که شما سگ گاردتون رو از بچگی پیش خودتون بزرگ کنین تا هم اجتماعی بشه، هم اعتماد به نفس خوب پیدا کنه و هم با شما ارتباط عمیق‌تری برقرار کنه. تمام فرمانایی که سگ گارد باید یاد بگیره و نحوه یاد دادنشون رو هم توی همون ایبوک تربیت سگ نگهبان پیدا می‌کنین.
برات بگم که سگای گارد برای کار کردن تو مشاغل پلیس، آتش نشانی، هلال احمر و غیره هم تربیت میشن. این سگا بسته به هر کدوم از این مشاغل آموزش‌های مخصوص رو یاد میگیرن تا در مواقع لزوم بتونن به آدما کمک کنن، اونا رو نجات بدن یا که تبهکارا رو گیر بندازن. در واقع هوش و نحوه تربیت اونا میتونه یکی از بهترین حیوانات خونگی و حرفه‌ای رو تحویل جامعه بده که هم مثل یه فرد مفیده و هم یه دوست همیشگیه. خلاصه که سگ گارد از اون دسته سگاییه که میتونه تا آخر عمر از خونت در برابر مهاجما محافظت کنه، به شرطی که آموزش‌هاشو به خوبی انجام بدی و مطمئن باشی که اون اشتباه نمیکنه و قدرت تشخیصش به حدی رسیده که اشتباهی به کسی حمله نکنه و آسیب نزنه. درسته که اولش ممکنه خیلی زمان ازت بگیره، اما به همه این تلاشا میارزه، چون قراره یه محافظ همیشگی تا آخر عمر داشته باشی که همه خطرها رو از تو و خانواده‌ات دور میکنه. حالا که تا اینجا اومدی برامون تو کامنت ها بنویس ببینم تا حالا با یه سگ گارد روبرو شدی؟ دوست داری که یه همچین سگی داشته باشی؟ مرسی که امروزم همراه هم بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.